با شیخ ابو عبیدالله متوکل علی الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سوره کهف آیت 9 در پاره 15. بسیار جای خوشی است الحمدلله که یک تعداد از دوستای متدین ما و با احساس ما در سن جوانی خود در دور پرفتن به فکر عزیز که ما در مورد دین خود آگاهی پیدا بکنیم، رای واقعی را و حقیقت دریابیم. من به خاطر همین مناسبت موضوع اول امروز فقط برای ترغیب شما و برای درک مسئولیت شما در زندگیتان چند آیت از سوره کهف ان شاء الله در رابطه با او جوانانی که یقینا مثل ما و شما جوان بودن و الله متعال از وا به مدح و ثنا یاد میکنه، ما هم درک بکنیم که این کدام جوانا بود، چی امتیازات یا خصوصیاتی داشت، آیا ما نقش و قدم از او را تعقیب کرده میتونیم یا نمیتونیم. موضوع اولی ما به می ارتباط است. موضوع دومی ما ان شاء الله که انتخاب کردیم که آینده اگر در خدمت شما قرار داشتیم قصه های انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم. این را به خاطر انتخاب کردیم که ما امید دارم که شما جوانای با احساس نخواد که در خانه‌تان بشینید. هر کدامتان شاید حامل یک پیام بزرگی باشید و راه دعوت در پیش زندگیتان بگیرید و هر کسی که راه دعوت در پیش زندگی خود میگیره باید از داستانهای واقعی انبیاء علیهم السلام بصیرت داشته باشد تا در روشنی او داستانها بتانه راه مؤثر برای دعوت خود انتخاب بکنه. از امو خاطر است که الله متعال در قرآن کریم واقعات انبیاء علیهم السلام برای شما ذکر میکنه و این سلسله را ان شاء الله خیلی زیاد ادامه میدیم. اگر در 100 درس برسد ان شاء الله ما این را پیش میبریم. برای ما واضح میشه که انبیاء علیهم السلام کدام مردم بودن، کدام راه را انتخاب کردن، شیوه دعوتشان و چی مشکلاتی در مسیر راهشان قرار داشت. امروز هم امو حالتا وجود داره یا نداره، این گپا مکمل برای ما شما واضح میشه که در درسای آینده با تلاش و با کوشش شما، با زحمت شما ان شاء الله شاید حلقه و دایره درس ما شما گسترش بزرگ پیدا بکنه. جوانای دیگری هم شاید در حلقات درس ما موجود باشه. گرچه این موضوع هم یکی از جمله قصه های قرآن است و هر وقتی که در این بخش رسیدیم ان شاء الله نکات بارزی همین واقعی اصحاب کهف باز برای ما واضح میشه که چقدر امتیازات داره. امروز در درس اول خود به خاطر من انتخاب کردم که شما بدانید که من حیث یک جوان چی مسئولیت داریم و ما باید چی بکنیم. ما در این آیات ها که وقتی میرسیم همین فکر میکنیم که از آدم علیه السلام به این طرف تا امروز ما را بسیار جوانا در دنیا تیر شدن، خصوصا اون جوانایی که اولاد انبیاء علیهم السلام بودن، اولاد بزرگای دین بودن، مجاهدین بودن، کوششا کردن. اما الله متعال چرا در بین این قدر جوانا انتخاب اصحاب کهف میکنه من حیث مدح و خصوصیات ازیره در این کتاب خود برای ما بیان میکنه. این را باید ما بدانیم. این موضوعی است که بسیار مهم موضوع است. برای ما یک جرأت میده، برای ما یک شجاعت میده، برای ما یک الگو میشه، برای ما و شما یک درس میده که مثل که خواب باشیم بیدار شویم، اگر ساکن باشیم متحرک شویم. از او خاطر خیلی کم نکته ها را ما اینجا
برای شما بیان میکنم که اصحاب کهف کدام مردم است. صحابه ما که شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، واقعات از واره که شما میخوانی انسان تعجب میکنه. خیر اصحاب کهف چی خصوصیتی داشت که قرآن قصه زیر انتخاب کرده؟ اول آیت 9 که من خواندم به خاطر ازی که واضح شود که اینجا بیان واقعه یا حادثه اصحاب کهف است. اصحابی که در غار پناه بردن. برای چی پناه بردن؟ اول امی آیت الله برای ما میگه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مشرکین سوال کرده بود یا یهود سوال کرده بود در مورد اصحاب کهف. از او خاطر پیغمبر علیه السلام انتظار زیر داشت که در مورد اصحاب کهف معلومات واقعی برش میسر شود تا جواب امو معاندین و مخالفین بده که در مورد رسالت پیغمبر شک داره و میخواهند پیغمبر علیه السلام در میدان امتحان قرار بده و در نظر خودشان در فکر خودشان این گپ است که پیغمبر این را جواب داده نمیتونه و مردم واضح شود که دعوی پیغمبری را ناحق کرده. اما انبیاء علیهم السلام و از خود نمیگه، ادعای از و خودی نیست که خود بخیزن ادعا بکنه تا وقتی که وحی نبیه، تا وقتی که الله متعال او را امر نکنه که بخیز و ادعا بکن و دعوت بده، تا وقتی که تایید پیغمبر در ثبوت رسالت و نبوتش نکنه توسط معجزه، پیغمبر از خود نمیخیزه. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 سال تیر میکنه، نه دعوی داره نه ادعای داره، هیچ گپی نیست تا وقتی که از جانب الله متعال مأمور نشده. و وقتی که یک پیغمبر مأمور میشه، پس آن داستان انبیاء علیهم السلام مشخصاتش برای ما واضح میشه که الله چرا این انسانا را انتخاب میکنه. هدف اینمی انبیاء علیهم السلام چی است؟ الله چرا انتخاب میکنه؟ این باز بخیر برای ما و شما مکمل واضح میشه که انبیاء علیهم السلام چی اهدافی را در پیش داره میره. دیگه اینجا الله متعال به پیغمبر علیه السلام میگه که تو گمان داری که اصحاب کهف و اصحابی که تخته نوشته شدگی نامایشان است بودن از جمله نشانه های قدرت ما خیلی تعجب آور؟ نه، یک قدر تعجب آور نیست، یک واقعی جزئی است، مربوط چند اشخاص است. از این کده نشانه های قدرت بزرگ الله خیلی تعجب آور وجود داره. آسمان ببینید، اگر انسان خود در وجود خود پس دور بخوره فکر بکنه وجود خود، بسیار تعجب آور است، خیلی تعجب آور است. یکی پس اینجا برای ما واضح میشه که انسان ها دو قسم است. یکی انسانی متفکر است، اندیشمند است، فکر داره، هر حرکت و قدم خود سنجش میکنه. اول خود میشناسه که من چقدر ارزش دارم، من چقدر قیمت دارم، ما از چی مرکب شدیم، چه قسم مرکب شدیم، کی مرا مرکب کرده، ارزش خود ای درک بکنه. و یک قسم انسانایی هستند که فقط خود نشناختن بلکه نعوذ بالله یک زندگی غافلانه بی فکر بدون اندیشه را سپری میکنن. ما میبینیم اشخاصی هستند که حتی نمیدانند هدفی به وجود آمدن ما چیست و یک انسان چه ارزش و قیمت داره امیرم درک کردن نمیتونه. الله متعال منظورش است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر این مردم در دنبال حقیقت باشن، از واقعه و حادثه اصحاب کهف کرده دیگه واقعات دیگه حوادث خیلی زیاد است که توسط از او انسان درس بزرگ حاصل کرده میتونه. قرآنی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنه خیلی بزرگ است. خو خیر الله متعال پیغمبر خود تایید میکنه، احوال اصحاب کهف برای ما بیان میکنه. آیاتای دیگر را میگذاریم، اما آیاتایی که مربوط ما و شما میشه امو را میخوانیم. آیت 13 میخوانیم. عالی. نحن نقص علیک نبأهم، ما بیان میکنیم قصه های اصحاب کهف، اخبار اصحاب کهف. نبأ خبر میگه، واقعی که سر یک انسان گذشته باشه و او خبر جور شده باشه، در دهن مردم قرار گرفته باشه، او را نبأ میگه. قصه ها اینمی قسم می باشه، نبأ است، در دهن مردم قرار گرفته.
الله متعال میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما بالای تو بیان میکنیم، یعنی به ذریعه وحی. تو در او وقت موجود نبودی و نه کدام کتابی از او وقت موجود است که تو را مطالعه بکنی، حالات و جزئیاتی اصحاب کهف به مردم بیان بکنی. ما سری تو بیان میکنیم، یعنی به ذریعه وحی. خود چی رقم بیان میکنیم؟ بیان الله متعال و بیان شخصی که بر انسان قصه میکنه خیلی ها فرق داره. انسان وقتی یک حادثه را میبینه بس اوقات حواس باخته میشه، اصل حقیقت واقعه را قصه کرده نمیتونه، یا زیر تاثیر قدرت ها میره، یا مجلسی است که ما اصل واقعیت اینجا گفته نمیتونه، برخلاف خبر الله متعال که زیر تاثیر کسی نمیره. خبر الله متعال جزیاته کما هو، امو قسمی که اونجا انجام شده امو قسم بیان میشه. و یکی از جمله خصوصیات تاریخ امیست. تاریخ وقتی ارزش پیدا میکنه که واقعه را حقیقتش برملا کنه و واضح بیان کنه. تاریخ برای ذهنسازی مردم، برای عبرت مردم رول خیلی مهم داره، اما شرط است که داستان به وجه درستش صحیحش نقل کنه. خب با تأسف زمانی که کتاب نوشته میشه نویسنده غریب و بیچاره زیر فشار قدرتمندا و زورمندا می باشه. مجاهد تروریست معرفی میکنه، تروریست مجاهد. اصلی حقیقت برملا نمیشه. از همون خاطر نسل‌های آینده وقتی که میآید از این تاریخ بهره درست برداشته نمیتونه. همون کسی که خیانتگر است او برش مجاهد میباشه، او کسی که جهاد کرده او برش خائن معرفی میشه. برخلاف داستان‌های قرآن کریم، واقعه ها و حوادثی را که قرآن بیان میکنه حقیقت است، واقعیت است، هیچ نوع خلل، هیچ نوع دروغ در این گنجایش نداره. از همون خاطر به مون نکته الله متعال اشاره میکنه. چی میگه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، همون طور که مطابق واقع است، حقیقت داره، همون قسم بیان میکنیم. کدام است؟ انهم فتیتون، یا جوانانی بودن. امتیاز یزیا در بین همی قدر مردم به خاطر عزیز که یا جوان بودن. جوان چی خصوصیتی داره؟ ما در بسیار احادیث و شاب نشأ فی عبادت الله، در روز قیامت که دیگه هیچ سایه پیدا نمیشه غیر از سایه عرش الله متعال و داود 7 طایفه در زیر او سایه قرار میگیرن، یک طایفه‌ش هم جوان است. جوان کدام جوان؟ هر جوان، جوانی که میدانای ورزش برده، مثل که فعلا چقدر تمجید میشه، مدح میشه، تشویق میشه، مردم ها پول سرش افتخارانه مصرف میکنه، بیلدینگ برشان داده میشه. امی جوانی که خوب سازنده است، رقص میکنه، مردم خیلی خوش میسازه، مردم برش چک چک میکنه. کدام جوان؟ قرآن کریم مشخصات این جوانا را بیان میکنه برای ما. کدام است؟ انهم فتیتون آمنو بربهم، یا جوانانی هستند که ایمان به پروردگار خود آوردن، ایمان باور و تصدیقش پیدا به پروردگار شده، پروردگار خود شناخته. یعنی جوان است، یعنی سن جوانی ایمان به پروردگار داره. ایمان به پروردگار مقتضیات داره، لوازم داره. این مردم ها ادا کرده، یعنی که ادا نکرده، ادا کرده. یقینا ما یقین داریم که اگر ما در راه الله متعال یک قدم میورداریم، الله ثبات و پایداری را به صدها مرتبه، به هزارها مرتبه بر انسان نصیب میکنه. ما باید عقیده داشته باشیم، یک گام اخلاص مندانه را برای خدمت دین الله برداریم. بازو گام شما میبینی که چقدر اثرات و ثمرات داره. امروز که هر حرکت ما ناکام است، علتش است که اینمی گام به اخلاص برداشته نشده، به خاطر رضای الله برداشته نشده. چرا؟ عملی که به خاطر رضای الله باشه او مستمر است، او ادامه داره. اگر کسی او را تمجید میکنه، اگر نمیکنه، اگر بدیش میگه، اگر دشنام میده، اگر تکلیف واقع میکنه، در هر حالت این عمل یا این حرکت ادامه پیدا میکنه. چرا؟
این به خاطر رضای الله است. وقتی که گام یا حرکت به خاطر رضای الله بود، اگر کسی مدح کرد دیگه هم تشویق میشی، این حرکت تو دیگه هم سریع میشه، دیگه هم پیش میری. اگر نه که دهی را مشکل میبینی، با مشکل دوچار میشی، دهی را برات خیلی مزاحمات پیدا میشه، چون که حرکتت به خاطر رضای الله است توقف نمیکنه، اینه میره میپذیری، اینه میره متحمل میشی. داستانای انبیاء علیهم السلام انشاء الله در این قرآن کریم امید درس بر ما میده که و هر قدر دچار مشکل میشه اما قدر درد دین دوا دیگه هم اضافه میشه. ما وقتی که جامعه خود مطالعه بکنیم، حالات مردم خود مطالعه بکنیم، یقین به الله بکنیم، همین درد قلب انسان دیگه هم اضافه میشه. کی اضافه میشه؟ که همین ملت خود که به دلسوزی تو را دعوت میدی ولی او تو را نمیپذیره، او تو را بدنام میسازه، او برای تو مزاحمات پیدا میکنه، او تو را نعوذ بالله دیگه مشکل تراشی برات میکنه. لیکن تو میگی که الله اکبر. هنوزم خیر ما بشینم وقتی یک برادر مسلمانم که ما میخوایم ایره طرف جنت راهنمایی کنم، از جهنم نجات بدم، این در مسیر راه میستاد است. خیر اگر من خواب بکنم دعوت نکنم، این خود دیگه هم روزی شاید برسه که حتی مرا به گپ زدن نگذاره. حالی خوب از گپ زدن میتونم، خیر است، یک تبلیغات وجود داره. لیکن اگر من غفلت ورزیدم، من خواب کردم، خواد که این در سرحد رسید که من هیچ چیزم نتونم. از همون خاطر کسی که به اخلاص به صداقت گام می ورداره، الله متعال چی وعده کرده؟ همین جوانا بودن گام ورداشتن و زدناهم هدی، ما زیاد کردیم برای از زیاد هدایت. ایمان از زیاد سری الله متعال پخته شد، الله متعال هدایت برش زیاد کرده میگه. الله متعال در اینجا صفت جوانیش چرا ذکر میکنه؟ جوان دغه می دین چی؟ دین خو یک دم پابندی است. دین خو محظورات و ممنوعات است. تو را نمیگذاره. وای دختری قشنگ دیدی، دین برات میگه که نه، نظر اولیت خورده، نظر دوم برگرد، به گناه واقع میشی. دین برات میگه که در مجلس شراب حاضر نشو، در مجلس قمار حاضر نشو. دین برات میگه صبحکی دخو خسته و زله و ماندم هستی، بستری تام گرم است، بیرونم خیلی سرد است، اما دین تو را میگه که بخیز. روزی دراز، ساعتهای خیلی طولانی، گرمی شدید، نفست، اشتیاقت، قوتهای وجودت تقاضا داره میوه، آب، نان، همه چیزه، چای. اما دین برات میگه نه، کنترل کن. دین تو را نمیگذاره. دین یک سلسله پابندی هاست. کدام قوتهایی که الله در وجود تو پیدا کرده او تقاضاها داره، اما دین برات میگه تقاضاها را پوره نکن. اگر پوره میکنی این یک رای خیلی مشکل مشروع برش موجود است. نفقه پیدا کردن یک امر ضروری است، وجود ما تقاضا داره، نمیشه، زندگی ما یک روزم پیش نمیره. اما دین برای ما میگه که بله نفقه را پیدا کن، اما راهش انتخاب کن. راه آسان هم است، راه مشکل هم است. راه مشکل حلال، راه آسان حرام. میگه نه، از حلال باید بید. خیر وقتی انسان در این طور مرحله باشه که قوتش مکمل همینطور در حد نهاییش رسیده باشه، تقاضاهایش خیلی بیشتر باشه، خصوصا غریزه جنسی انسان که انسان هیجانی میشه، حتی نمیتونه خود کنترل بکنه، اما این جوان امی پابندی های دین اثری خود میپذیره. اینی امتیاز امی جوان است که دمی خط قوت تو تسلیم به نظام الله شد. دمی خط قوت که تو باید غافل، بیخبر، نعوذ بالله مست میبودی، اما تو دقیق هستی، تو برنامه زندگی را انتخاب کردی که برنامه سنجیده شده داری، وزن شده داری، حرکت تو حرکت موزون است، متناسب است، بی جای نیست، بی بندوباری نیست. از او خاطر امین کلمه جوان در قرآن کریم ذکر میشه. دیگه من پیشتر براتون گفتم که برای ترغیب شما اینمی حرکت های تانی تو فکر نکنید
که عادی است. این حرکت ها ثمره دارد. با کدام نیت و مقصدی که شما اجتماع را جور میکنی، مجلس را جور میکنی، تلاش میکنی که یک دوست و عزیز جوانی ما دیگه هم در پالوی ما باشه، این حرکت ها بسیار ثمره بزرگ دارد. برای آدم معلوم نمیشه. شاید روزی عظمی مجلس کسی باشه که افتخارات بزرگ در دست داره، ولی اولین محرکش یا اولین سبب و ذریعش تو باشی. از همون خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تشویق و ترغیب علی رضی الله عنه چی میگه؟ اگر یک شخص به واسطه تو به سوی دین هدایت شود، این برای تو بهتر است از شترهای سرخ کرده هم. به اون زمان شتر سرخ حیثیت طیاره امروز داشت. در اون زمان بزرگترین، با اهمیت ترین، با ارزش ترین چیز شتر سرخ بود. پیغمبر امیر بیان میکنه. اگر امروز پیغمبر علیه السلام می بود، خود برای ما میگفت که اگر یک شخص به واسطه شما، به ذریعه شما طرف دین بیاید، هدایت برش حاصل شود، این از طیاره ها کردن برای شما بهتر است. این وصیت مشفقانه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بچه کاکا و دامادی خود، این عادی نیست، بسیار اهمیت داره.